اما خانه رو نشان نمیدی؟ البته نشان میدم. از کجا آغاز بکنم؟ از حجره رختی خواب. دیدی چی میگه؟ سپالی تنی شما که میگه یکم از جای خوب سر کنه بزیب نمیشوه. بیا ماله چیزی که خودت بگوی جان. معقوله شد. زبید را خوشش آمد. سپالی من نشانه بدم. تمام؟ خیلی بخیر رفتیم. پریدیم رفتیم. یه جانب مراد در اینجا خوب بود برده است. بخیر در بالای سپالت خوب که ای بلا میدونی. خیلی تیز که حرکت کن. رفتیم. طرف خونه. بیا میرویم. مایلش. یک دو درک دارم عبدالجبار نام دارم مثل محمد صلاح فوتبال بازی میکنم ولی قطعی عبدالجبار شناسان میکنم. بخشش کم در دماغم محکمت. اوزه ما قطعی خود در این طرف میگلیم. مایلش؟ مایلش. مراد شما در اون طرف بخیلید. استراحت. یعنی حجره ما اونجا است؟ آفرین دختری با عقل بوده. این خیلی باشد ما رو بسیار منتظر نکن. من زود میایم. بای بای. تو رو همین دخترک بدا معقول شید. قد قومتش نمگم نیست. از حد نگذران در عملیات هستیم. ببین اینها در حجره امان کمیره گذاشتن میخواهند. گویا که ندیده ای صمیمی و گرم مناسبت کن. بعد از حجره برو. وقتی اینها ما را شانتاژ کردن میخواهند دستگیرشان میکنیم. از خود نروی باز. این مراد از دهنت بوی بخیلی اومده است. اگه دیدی که هم دخترک خشتومه در غلطی درم علامت میکنه قهر میکنه. بخیلی سفسطه نگوی. 100% بخیلی کدیسته. سفسطه نگوی. خیلی تمام. رو خیلی جوره. استراحت کن. مایلش با دقت باشه ها. تمام. ببین باز عملیات را محو نکنی ها. ای برگوشه. خیلی از خود نروی باز. بیزار کدی. آه مراد چه خیلی باور کردی تو. مگر من به زینب خیانت میکنم؟ زینب رو به این شانتاژی عوض میکنم مگر؟ کنی بیا گلجی. بشی اینجا. زبید گلجی جانم چی خیل هستی؟ به خدا 100%. تسازی گلجی؟ من هم خوبم. زلفکو تنمتی در بروتم کله کنم. تشکر جانم. باید مرا برو زبیته یا و نه؟ تو بسیار زبیده است. ای دختراست میگوی؟ میگو من موی سرم دراز کنم. بیا بخوابیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. گلجی بیا بریم خونه دیگه اونجا سپالش ملایم تره. رفتیم بیا اونجا جای بسیار خوبه. بیا خفا مد بیا. من حجره را بسیار معقول کردم. بیا همین جا ایستیم. بیا اینجا. بله میخواستم همین بود. رها کن. و یک اونجا نمی رویم. همینجا میستیم. گلجی جا بیا دیگه خونه بریم که جسیایی دارم میترسم بابا. نه همین حجره زیباتر است به فکرم. دیوار اونجا ملایم تره بخیر. نه این حجره بسیار زیبا است. بیا چیکار میکنی؟ نکی خیلی وجدانی دارم. نکی چق دارم. التماس یگان مرا رد کردن نمیتواند. مراد بگلجی جان من لباس ما خدم میکشم. وجدانی سالم خدم میکشم. التماس نرسم. گلجی جان گلجی بستان گلجی اینا. چیکار کردی؟ شیرین نکم. اسوکم. کنی لباس هایت رو برار. خنک میخورم. اینجا یعنی آخر هوا خنک از خنک میخورم. خوب هستی؟ بیا خیلی. من خوبم. بیا جو نکم. خوبم چیکار میکنی؟ کنی برار من بینم. خوبم. کنی نه برار. یک دقیقه ایست خیر. حوض لباسم رو میبرم. زبید من یک زبید رو ببینم. تو سه حساب کن میایم. ماینش 1 2 3. گلجی سرم بته. مراد بیا کجا میروی؟ زبید داد میزند ایست. با کجا میروی جانم؟ زبید
زوبایت این آدم یک ساعت داد داده سر کار دست جا که نمیتونی کار کن زود با اینجا بیا جا بیا نده مالا من گلجی برو چیکارش کنم یکون توصیه میتی برو بگیرش که بخرم بیا درو مراد زوبایت همین عروسی من با فکر کرونا ویروس دارم معلوم است زوبایت باور که با یک غذا پیش گرفتم آمدم من نتوانستم زوبایت در دستت چی است؟ دم چی که ده دیده ایستادم تو خوب هستی همکار؟ یکون میدان خوب نیستم ندیدیسته نمایان است زوبایت یگان کار کردن لازم است زوبایت ایستادن آنها را بالای گناهشون دستگیر میکنیم اینا چیکار میکنن مراد؟ همکار پیشه که میگویم که نیت این دخترها بد است با فکر مزاگان بلومان میکنن نکنه آماده ایستادن چیکار میکنیم؟ نه من با زینب خیانت کردن نمیتونم من اصلا با زینب خیانت نمیکنم یعنی نامی زنت زینب است زنت نوبه یادت آمد نه دویم در یاد با این حوزی در پیش رو مای زینب ما رو بهوده به اینجا دعوت کرده نکنه این کارتونا مایزا میکشم التماس زوبایت گلجی ما در باری مراد خواب میکنم در باری تو نه خیلی خوب است یک جای میخوابیم با خدای کاری کردگی در چرچوبه خورم بیرونه آه نفس کشیده نمیتونم تو نترس نکن عربوجی اومد نکن که بوی طلب خیز دوریست زینب جان بخشش بپرسم نه نکن دوریست چی قدر باز در حجره منه مراد بگی اما کجا که مراد بیا بابا باید سترس نکنه بیا نکن میکنم زینب زینب فکری بزیب نکن ای بازن هایشون آمدن آدم های فاس باورم نمی آید زینب بزن بکشش برو هم ققمی داد کنی تو رو بینم مار با تو بعداً گپ بزنم اینجا ایستا آخر با این زن ها چه خیلی به ما خیانت کردید ها زینب زینب دخترها زینب آرام شو دخترها گرفتن زوبایت زینب تو مرا بزن نکن مرا دست چیزی یک دقیقه ایسته آخر باز